السلام علیکم والدین عزیز، استادان گرامی. امروز در واسه تعلیمی دولتی گیمنازیای رقمی رو برای خانوادگان بلایقت شهر دوشنبه روز چهارم است که فستیوال هفته کودکان نورسان جمهوری تاجیکستان برپا شده ایستاده است. خوشبختانه سه صنف یک رومالکه در درسشون اشتراک کردیم. مهمانان زیاد اشتراک داشتند. بسیار خوب گذشت. امروز روزی نوبت صنف یکیگی است. معلم شمس‌الدین و کودکای ما را آماده کردند. نگفته نماند که در رفت کار علاقه معلمه با این خانوادگان درسش اشتراک کردیم. فعالیت کودکان خوب است. اوید فستیوال علاقه اینا بر وقت معلومات دارد، چون که معلمه در یک جایگی کلکتیوی صنف و خود شما والدین عزیز دستگیری شما خانوادگان رو به کتابخانه شهری گرفته بودند. کودکان در اونجا با قرائت شعر، شناسایی با کتابخانه، با ماموریتی و همه این را به فکر شما از تخته الکترونی تماشا کرده. زحمت همین معلم است. علاقه معلم خوبترکون صنف یکی ما علاقه شناس هستند. این خیلی خورسندی است، خوشبختی است که کودکان صنف ما علاقه باید کتاب معلومات دارند و امروز علاقه بیان می شود. و یک خورسندی دیگر این است که در جشن امروزه ما یکی از استادان شناخته مؤلف یک چند تا کتابی کودکان هم محرر مجله و یک چند کتاب برآورده است. شاعرم گویم اگر خطا نمیکنیم استاد ما عزیزی اشتراک دارند. این خورسندی ما است که استاد هم در همین فستیوال ما امروزه ما اشتراک دارند و همه شما رو بار دیگر خوش آمدید میگیم. با دقت من این درسی شده تربیوی و کتاب است تماشا میکنیم و خلاصه برآوری کرده و جمع بحث میکنیم. مرحمت معلم است کنم از شما. السلام علیکم مهمانان عزیز، والدین مهربان، همکسان عزیز، همه شما را به این درگاه مقدس خوش آمدید میگویم. سلام و درودی پرترکان رو بپذیرید. به چهره همه شما نگریسته احساس نموده ایستادم که دلهای همه شما لبریز از شادی است، از خرسندی است، مهر است. من صمیم مهر پرترکان بود شما والدین عزیز که به این درگاه آمدید. امروز چکره که در تمام جمهوری فستیوال کتاب گذشته ایستاده است، این چنین ما با همراهی صنف یکی تصمیم گرفتیم که در روز جنبست همین فستیوال یک ساعتی تربیوی با نام گنج مگید کتاب گیر آماده نماییم و این خودترکان امروز گلچین از این شعر و ترانه رقص و سرود آماده نمودن و شما پیشکش می نمایند. اگر لحظه به شما خرسندی بخشد ما سرفرازیم. حالا سخن به این دو سرویکان داده می شود. خوش آمدید دوری دیگر.
نفهمیدم نگیرید میوه های شهربار شیر کلچه های قبدار پیراهن های رنگ با رنگ پختگین قیماق و اصل شیرین این همه بایگری ایمان است هم روی دفترخوان و هم تن شما را آرام دهد جواهرات قیمتبها گل گیاها کوه آبهای صاف چشمه ساران این همه بایگری است بایگری ایمان من تاجیکستانم احترام پول ملی احترام ملت است احترام پول ملی احترام وطن است به این تنگاها فقط چوپچوپس و شکلات عادی شود لذتش از همه چیز عالم بهتر است زیرا شما اینها را در جریان خواب‌بازی و شوخی‌های کودکانه استعمال میکنید مرا بسیار خوب نبود من از این تنگه ها عالم جمع کنم خیزمش در باغ میسپارم چونکه پدرم و مسئول حساب شده است این تنگه ها برای من سکه های طلایی قدیمی است و این احترام بگذاریم من تاجیکستانم پرچم تاجیکستان همه چیز هست دامن پاکیزه مادران دسترخوان نان و نمک در روی فرش هم جایگزین است پیشی چرابینی های دولتی و غیر دولتی با سرود ملی معرفگری وطن بباشد رنگهایش پر از معنی است فضیلت های نیک اخلاقی شایسته کامیابی و توانایی آزادی و استقلال در او تجسم یافته است رمزی پر از فرح و شادمانی است راهی سفید بخت و اقبالی بلند است و راهی احترامش به زانو میزنیم دامانی فراستش را و دیده ها میمالیم صورت پرچم شناسنامه است من تاجیکستانم من هم تاجیکستان هستم یک تن شاگرد صادق و وفادار شما استادان هستم که از سخنانتان دانش و از درسهایتان سبق میگیرم تا این که طفل خواند و صاحب هنر شود استاد مهربان او خون جگر شود ما تاجیکستانه زین و سعادتی ابد نصیب ماست تو هستی و همه جهان حبیبی ماست حبیبی ماست زنده باش ای وطن تاجیکستانی آزادی من
عزیزان دل به ساعت تربیوی در موضوع گنج مگیر کتاب گیر که اهل صنف یکی گه آماده نبودم خوش آمده میگویم اینک سخن به اهل صنف داده می شود. از خود میگیرم. آره کتاب گنجی بهاست. این مقدسات را احترام نمودن وظیفه اولین درجه ماست. ما داریم که این گنج نایاب را حفظ نموده آن را چون گوهرک چشمی گذاریم. کتاب سرچشمه اساسی پیدایش علم و دانش است. مهر کتاب در قلب هر فردی کتابخوان و کتاب دست می باشد. کتاب بزرگ است، آنقدر بزرگ است که آن در ردیف مادر و وطن ارزنده ترین مقدسات به حساب می رود. کتاب منبع دانش است. آن را دوستی خود حساب دانم. از آن استفاده بردن کاری حتمی ماست. در حقیقت کتابخوانی جهانبینی شخص را وسع می‌گرداند و سطح سوادناکی او را بلند می‌کند. کتاب منبع دانش است. آن را دوستی خود حساب دانم. از آن استفاده بردن کاری حتمی ماست. در حقیقت کتابخوانی جهانبینی شخص را وسع می‌گرداند و سطح سوادناکی او را بلند می‌بردارد. پس از ثمر کتاب دوستی صادق و بی‌منت است. ما تاجیکان با فرهنگ و کتاب و شعر و شاعری دلبستگی خاصه داریم. خیابان مرکزی پایتختمان نام شاعری بزرگ ملت رودکی را گرفته است. این از جمله احترام به کتاب است. حیات را به دانش که از کتاب سرچشمه میگیرد تصور کردن ممکن نیست. کتاب برای ما دوستی با وفا، مصلحتگری بی‌منت، رفیقی بی‌غرض، همدم و همصحبتی موافق و نهایت ثروتی بی‌بها است. مبادا غمگین شوید، زود به کتاب راورید. آن فوراً شما را به جایهای دور به سفر میبرد. تعبتان را خوش میگرداند. غم و اندوه را از دل میبرارد و البته شد خرسندتان میکند. بچه‌های عزیز به شمایان مصلحت همین که وقتی خارگی خود را به قرائت کتاب ببخشید. کتاب خزینه دانش است. از این خزینه میتواند زیادتر در و گوهر چینید. زمانی که ما باری نخست با بر آستانه این مکتب نهاده ما خردسالان از دنیای علم و دانش خبر نداشتیم. اولین بار معلم به دست ما کتاب اولی را داد که الفبا نام داشت و آموزان توانست که حرفی که آن نام داشت و مهر مادر وطن را در ضمیر ما بیدار نماید. با همین دلیل شاعری بزرگی فارس و تاجیک عبدالرحمن جامی کتاب را چون فروغ صبح دانایی به قلم داده است. کتاب منبع علم و دانش، سرچشمه دریای عقل، مخزن فرهنگ ملی، آینه حیات و کلید در گنج سخن است. به هر منزل به دل مطلوب کتاب است. رفیقی بی‌غرض محبوب کتاب است. بزرگان در ستایش کتاب. کتاب آینه شفافترین است. فقط گناه را نمیگوید و علم را تحفه نماید.
کلید بخت همه کس اندرون کتاب نهان است. من کتاب را چون گل می‌بویم، چون شخص مهربانترین در آغوش میگیرم و چون زوبندگاری وفادارترین در آغوش میگیرم. خلقی از کتاب محروم و انسان شباهت دارد که به آینه روی خود را دیدن نمیتواند. کتاب میراث فرهنگی ماست. آن نسل‌ها را متحد می‌سازند و همدرد یکدیگر می‌کنند. آن سربلند می‌شود که پیش کتاب سرخم است. کتاب قلم سرخ آموزگار است که همه غلط‌های ما را اصلاح می‌کند. کتاب صندوق است که در آن بالاترین جوهر خرد انسانی جاداری می‌شود. طلا را از زیر زمین، صدف را از کعبه، دانش را از کتاب می‌گیریم. کتاب نمیرنده از نسل ابدی فعالیت انسانی. طبیعت پیکر جسمانی انسان را می‌افزاید. کتاب پیکر معنوی او را. من از آتش می‌ترسم، تنها از آن خواستم که کتاب را بسوزانم. هم صحبت و خوش‌زبان و خاموش، بخشنده عقل و دانش و هوش. از صحبت سر رفیق پرگل، خاموشی او به کس بود خوش. ماهی و آب، آدم و کتاب. کتاب این ریشه گلدانی خیرمردی است. انسانیت از فکر سالم باز میماند اگر از کتابخوانی دست کشد. برقصی و وقتی رقصی مفزوند و چشمانی پر افزوند، کبوتر در سما، آهو به صحرا گشته مجنونند. رقص مچایی در اجرای اسمینه چکالوه. چشمان داریا ستاره سرمایی ای آستینه بگردنی که می پرتایی ای آستینی تو را با دیده ها می مالم ای دل برکه زیدیدنت می بالم.
قصه گندمک نویسنده عزیز بود نبود یک گندمک بود. گندمک یک روز به تماشای مرزا رفت. در کنار پیراه یک چشمه سفودی نشیندید. گندمک نشست و آب نوشید. آه چقدر آبکی شیرین، گفت گندمک. هوا گرم بود و کنار چشمه گوارا خوبش اومد. در همین جا یکان ساعت غنب میکنم، گفت گندمک. گندمک در کنار چشمه به خواب رفت. خوب دید که در سرش تاج طلایی است، در برش جامه زرین، نخودک و مولیک و ماشک و شالکی بسیار در پیش دست گرفته در قسمتش ایستاده اند. دور دراز خواب رفت گندمک. خوابی به راحت وی بعد بیدار شد و از جا جنبیدن نتوانست، چون که وی سبزی ده بود. آخر هوا گرم، زمین نرم، با آبی چشمه شیرین و گوارا. گندمک در کنار چشمه خط کشید و لرزد و یک خوشه کلانی زرین شد. گندمک یک دانه بود، بسیار شد، بشمار شد. ضیافت نویسنده خدای لطافت. دیها به یک بار گشت خبردار، در خانه مور ضیافتی زور. یک آمد و یک با نان و نمک، دو آمد و دو سوار کدو، سه آمد و سه شتابان بسه، چار آمد و چار با سب و انار، پنج آمد و پنج دامن پوری گند، شش آمد و شش قالین تگی کشت، هفت آمد و هفت با یک کاسه نفت، هشت آمد و هشت با لاله دشت، نه آمد و نه با پیسته کو، ده آمد و ده با یک جوار کشت. هر مقر و شور در خانه مور، ضیافتی زور در خانه مور. افسانه چیلپا از نویسنده عزیز. یک پگاهی چیلپا از تیرزل خانه‌اش به بیرون نگاه کرد. دید که گلپرک و گموسک و مورچک و تارتنک و سوزنک و پشک و خاموشک و آریک کتاب دفتر گرفتند. و کجا میروند؟ شما کجا میروید؟ پرسید چیلپا. از گلپرک و گموسک و مورچک و تارتنک و سوزنک و پشک و خاموشک و آریک. ما هم مکتب میرویم. جواب دادن گلپرک و گموسک و مورچک و تارتنک و سوزنک و پشک و خاموشک و آریک. تو هم به مکتب بیا، من هم به مکتب میروم، گفت چیلپا و آچه‌اش. آچه‌اش گفت به مکتب رفتن خواهی؟ اول دست روی پایه‌ات را تازه بشوی. چیلپا خوب گفت و اول دست روی پایه‌اش را تازه شست. بعد چیلپایش را تازه شست. بعد چیلپایش را پاک کرد. بعد به چیلپایش جوراب پوشید. بعد چیلپایش پایافزار پوشید. بعد بند چیل پایافزارش را بست. بعد چیلپایش را تازه کرد. بعد کتاب دفتر گرفته به کوچه برآمد و دوستانش رسید. شما کجا میروید؟ پرسید چیلپا. من به مکتب رفتنیم. ما از مکتب میآییم، ما به خونه اما میرویم. جواب دادن آنها. مگر درس تمام شد؟ حیران شده پرسید. روز نیست شد، درس هم تمام شد. گفتن گلپرک و گموسک و مورچک و تارتنک و سوزنک و پشتک و خاموشک و آریک. تو دیر کردی. چیلپا حیران شد و وی نمیفهمید که چه خیلی دیر کرد. مور و انگور نویسنده خدای لطافت. یک مور بود در یک زمانی دور بود. پیراهنش از تو بود، زحمتکش و مشهور بود.
مصرف کشتمایید نوم رسد کتاب یک عمر چون یاری و وفا باقی خواهم ماند. صحنه‌چه شاهی کتاب دوست. وزیرم آی وزیرم زودتر به نزد من بیا. اول شاهم آمدم. فرزندانم رو به نزد من دعوت کن. خیلی شاهم. فرزندانم شاهم شما را دعوت کرده. وفای پدر جان. فرزندانم چرا شما کتاب نمیخوانید؟ اما خوندن کلا نیست. از پدر جان. بگوید برادران من از این فکر شما من راضی نیستم. چخلکی گفته‌اند که دینامی پدر چی میگردی؟ پدری خیلی شد اگر مردی. بگوید فرزندانم قیمتترین گنج کدام است و کلتیبه چیست؟ قیمتترین گنج این طلا است و خزینه خزینه شما پدر جان. قیمتترین گنج دانش و کلیدی آن کتاب است پدر جان. دوستی که هیچگاه خیانت نمیکند کدام است؟ دوستی که هیچگاه خیانت نمیکند این مادرم ماند. مادر هیچگاه خیانت نمیکند. دوستی که هیچگاه خیانت نمیکند این کتاب است. کتاب دوستی بهترین آدم میباشد. فرزندانم من پیر شدم از من خواهش دارد پرسید. من پسر کلانیم و من تخت تاجتان را دید پدر جان. ای پدر جان با من کنیزکانی صاحب جمال با اسفان تیزده و نیمی بایگریتان را دید کفایه است. دخترم تو چی طلب داری؟ با من سلامتی شما رو و مادری عزیزم باشد کفایه است. به هر حال یگان چیز طلب کن دخترم. به من کلیدی کتابخانه اتون را دهید تا که از گلچین باغ معرفت بهره برم. آفرین دخترم تو خیلی دختری عاقل هستی. از این روز عبارت را ولی عهد خود تعیین می‌نمایم. تشکر پدر. این خبرم همه چیزهای پدرم رو گیری و مو بایگری چی میرسد؟ باید اینو نس کردن در کن. و اینا مرا نس کردنیم. من باید زودتر از جا بروم. سلام بیبی جان. سلام دخترم. بیبی جان اجازه دهید شب را در خانه شما گذرانم. دخترم من سالهاست که تنها زندگی میکنم. دوستی ندارم. همراهی من نیست. من خرسند میشوم. بیبی جان دیدی من چقدر رو دیگی دوستم. این را برای فروشت و از پولاش خود را خرید. سلام بیبی جان آمده؟ بله آمدم. دخترم من این قدر مهنتی بسیار میکنی دخترم. اندک استراحتم در کار. مهنت آدم رو از اندوه کاهلی و بینوایی نجات می‌دهد. شما مهنت کنید و من در کار شینم مگر از بکار همه بیزار می‌بینند کو. شنیدید چای خوره. بیبی جان من خیلی از مادر و پدرم تفاهم شدم. بیبی
جان، من خیلی از مادر پدرم پشیمان شدم. میخواهم پگاهی به پیش آنها بروم. خوب شد است دخترم. پگاه البته میرویم. این دختری من کجا شد؟ فرزندانم، شما خواهرتان را ندیدید؟ نه پدر جان. وزیرم، تو دخترم را نیافتی؟ شاهم ما همه چاره ها را کافتیم ولی لک شاه دختر را نیافتیم. سلام پدر جان، تو آمدی؟ بله. خواهر جان ما را ببخش. برادرانی عزیزم که نه از دل برارد برادرانی عزیزم که نه از دل برارد زیر و تخت و تاج یافت می شود. فرزندانم شاه دختر درست میگوید. حالا خواهش من از شما این است که مثل شاه و شاه دختر کتاب دوست و علم دوست شوید. دخترم، این خلده من است که دل خواستت رو گیری. گنج مگیر کتاب گیر. بهترین یار وفادار کتاب از کتاب، یاری به زحمت و آزار کتاب از کتاب. شعرها در وصف کتاب. خوشتر ز کتاب در جهان یار نیست، در غم کده ای زمانه غمخوار نیست. هر لحظه ز بدرشه تنهایی صد راحت است و هرگز آزار نیست. من با او هستم اخوسانی دوست، هم مز و هم دم، هر جا با من اوست. نگیرم ای آن یک زمان فصل و هم وانشان دیهد جو کامپس. خانه مایان آن و مکان است به من دایی آن، یا رسان است به هر سوالم جوابش تیار. شوم به عالم با آن بختیار. از این کتاب خوانا از رسم‌های زیبا حرف بسیار آموختیم، ما گفتگار آموختیم. چیستان و ترانه‌ها، گلچین و افسانه‌ها، هر چی که ما خواستیم یافتیم از الفبا. هر که آرام دید دل با کتاب، برد او همیشه به حساب. هر کی او را زیبی جوان میکند، زیر پایش پاره اینا میکند. محضر در زندگانیم کتاب، قاصدی صلح و امانیم کتاب. همدم و همراه جانیم کتاب، رهنما بر قهرمانیم کتاب. همدم دارم که به آواز صحبت میکند، به دهان و به زبان نقل و روایت میکند. هوش و عقل و ذوق افزون میکند گفتار او، از کدام فن که خواهی حکایت میکند. کسی کتاب ندارد هم صحبت و خوش زبان و خاموش، بخشنده عقل و دانش و هوش. از صحبت صد رفیق بلبل، خاموشی او به کس بود خوش. کتاب اسرار عمری
کتاب اسرار عمری جاویدان است و ما ایشاگری صد داستان است. کسی برخواند از آن صفحه را بداند چیز شد و چیز زیان است. های که دانا شوی شخص توانا شوی گیر مرا من کتاب حکمت من به حساب گیر زی دستت نمان گشته و برگشته خواه لک مرا زینها تازه فقط نگه دار. هر کسی کتاب بهره‌ور می‌گردد از حکمت خلق با خبر می‌گردد در باغ حیات جاودانی فردا داند که نخل پرثمر می‌گردد. انیسی کنگی تنهایی کتاب است، فروغی صبح دانایی کتاب است. رقص در اجرای صفیه تیمورزاد. خوانندگان صنف ما برابر خواندن اینچنین از کتاب متماتیکا حساب را آموختند و خیلی زیرک شدند. حالا آنها میخواهند که والدین خود را امتحان کنند. مرحمت مسئله های متماتیک پیشکش شما. Tabuların üstüne peşkini fırlat. دو خرگوشک گلونده نشسته روی کنده پنجتابی سبزی خوردن کیف و حلاوت بردن کنی یا بر عزیزان شماره سبزی ها و های او پنج بود بیغم و بیرنج بود. ولی پدری که پدرت اینجا هستن تو دانوش دیکنی پدر در مکان پدر که میتونه این مسئله خود یعنی اکای مرادلی خرگوشه پنجتابی سبزی خورده همگی چند تا سبزی خوردن آنها؟ برابر آمدن یک جا خیز بچه های کچبا پنج تاش پیش میرفت یک تاش مونده قفا اصل خوبی میرفتن همگی بودن چند تا
محمود جان باباشان اشتراک دارد تو بابای تنش لک لکی پاچه دراز عجب معلمی ساز به دستش آمد امروز 7 اکه دم دراز 3 اکه به درس تیار اما تنبل ها بسیار کنی یابد عزیزان شماره تنبل ها مادری محمد آقا سفربانو 7 تا لک به دست آمده است 3 تا به دست تیار بوده تنبل ها بسیار بوده چند تا اکنون تنبل دست 4 تا آب خودش بگشت در جنگل زنبروخ چین یک بغل 6 تاش از زری چینار 3 تا زری سفیدار همگی اندر سبت چند تا شد که میابد یعنی پدری کریم جان هم جان مادرش یعنی 9 تا درست آفرین محمد آقا محمد آقا نه شنو رئیس
مردم به جمال